امیر توتلو، نام اصلی امیرحسین مقصودلو، در 30 شهریور 1366 در تهران به دنیا آمد. او یکی از جنجالی‌ترین و مشهورترین رپرهای ایرانی است. توتلو فعالیت موسیقی خود را از سال 2005 آغاز کرد و به سرعت با آهنگهایش در فضای مجازی و شبکه‌های موسیقی توجه را جلب کرد. او با انتشار قطعاتی چون بیا بریم و آره موفقیت‌های زیادی کسب کرد. توتلو به خاطر سبک خاص، صدای منحصر به فرد و اشعار صریحش شناخته می شود. موضوعات مطرح شده در آهنگهای او معمولاً شامل عشق، زندگی روزمره و مشکلات اجتماعی است. زندگی و کارهای توتلو همیشه با حواشی و جنجال‌هایی همراه بوده است. از جمله فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی و نظرهای جنجالیش که او را به یکی از چهره‌های جنجالی موسیقی ایران تبدیل کرده است. امیر توتلو با تولید محتوای خاص و جلب توجه مخاطبان به یکی از شناخته شده ترین هنرمندان رپ ایرانی تبدیل شده